سلام علیکم دوستان. در این موضوع ویدیو میخوام درباره فوندامنتال انالیز کریپتووالوتا گپ بزنم. فوندامنتال انالیز چیه؟ یعنی تحکورسی همون مانیتر فهمیدن. چخه میتونیم بفهمیم که همین مانیتر انتخاب کردگی ما در کدام اساس ساخته شده و چی کار میکنه. خب میریم به داخل پرلژن کوین مارکت کاپ. ما انتخاب میکنیم آربیتروم. ببینید دوستان، در 24 ساعتی حاضره 6% خیستگی هست. چه خیلی همین پرلژن خوب است که در چند روزی که هست و ما رو چند پویز خیستنش نشون داده است. این استاتستیکای همون مانیتا چقدر مانیتا برآمدگی است، چقدر هست نیست. خب با کدام بیرژه ها پیوست کردگی هستند؟ این دوستان که تا 59% خریدگی هستند، دیگر رو باشد 40% همون مانیتر خریدگی هستند. خب حاضرش ده یعنی بالا روی نرخ است که 78% همین مانیتر تاسیس میتید. خب میگذاریم با دیگری خبرو. رین که همین مانیتر در بیننس خب میخرن شد، عموما قریب در همه بیرجا هست. میتونین نوستیور هم تماشا کنید و کمی هم باشد همون در براش با خوبتر معلومات میگیرید. خب میگذاریم بچه در کاری همین مانیتر. خب یعنی این سایتوش، سوشال سایتوش، توییترش، دیسکوردش подробнее. آربیتروم برای یعنی زیاد کردن هم تیز کردن ترانزکسیون افیروم ساخته شده است. خب 16 مارس 2023. خب کی ساخته شدگی هست اینا؟ میتونین این را در بیرژه های بیننس، بایبیت، بیتمکس، اوکی ایکس، کوکوین و دیگر بیرژه پیدا کنین. خب من چی معلوماتی که میخواین در کوین مارکت کاپ هست و یا در گوگل میتونین پیدا کنین، چی ترکیش، چی روسیش یا چی انگلیسیش. میگذاریم با دیگر معلومات های همین مانیتر. ببینید دوستان، ما یک ساله را میگیریم. در یک سال گذشته نرخ همین آربیتروم تا $1.23 خسته بوده. ای 24 سنت ده. اگر با برداریم کمتر مثالی گپ سال ای سال زیادتر نمیشده است. اما تا $2.39 خسته بوده و ای همه پستش 0.2 سنت. خب نگفته نماند تلگرام کانالی ما یعنی ما با همین نام علمگذار نوتاسیس است. درباره بیرژه ها و مانیتر ها گفتش دیگه است. من پادپیستش که شوز نوای یعنی نو ساختگی هستیم، میتونیم پیوست شین. خب یا در اینستاگرام یا در یوتیوب فرق ندارد. با خسر بلند خانه بود بشید، تلگرام کانالی ما رو خبر گیرید. خب در کانال علائم مهربان باشید. کوشش کنید که همه نمودی معلومات رو درباره همون مانیتر ها جمع آوری کرده بعد پیوست شوید. بهده به هر یک مانیتر پیوست نشوید که پولی داشتگیتون دست میتید.